سلام، خیلی خوشحالم به این ویدیو بچه. توی این ویدیو اومدم بهترین انیمیشن ماینکرافت رو بهتون معرفی کنم و بهتون بگم چجوری دانلودش کنیم. بچه بریم سراغ ویدیو. خب عشقای ده، حال دلتون خوبه بچه قدم اول اینه که بیاین تو کانال تلگرام من و این مود رو دانلود کنین. کانال تلگرام من کجاست بچه؟ لینک کانال تلگرام من توی دیسکریپشن بچه گذاشتمش. توی دیسکریپشن زیر همین ویدیو نوشته های توضیح همین ویدیو گذاشتم کانال تلگرامم و اینکه بچه زیر مود نوشتم که این مود انیمیشن ماینکرافت. بچه میرید توی تلگرام دانلود میکنید، میرید توی ماینکرافت و بریم سراغ آموزش. و اینکه بچه بهتون توضیح بدم که اصلا انیمیشن چی هست. ببین، انیمیشن چیزیه که توی ماینکرافت، خب ببین بعضی چیزا مثلا خیلی بی منطقن. مثلا راه رفتن خود استیو، خب پا کلا این ور اون ور میشه، ولی وقتی شما انیمیشن رو میریزی واقعا انگار یکی داره واقعی راه میره. خب وقتی مثلا یه فاصله ای بپری و بیای پایین، زیر پاد مثلا از زیر پاد خاک میاد. کلا ماینکرافت رو مثل شیدره، خب یه جوری مثل شیدره، ولی خب خیلی ماینکرافت رو جذاب میکنه و همه چی جذاب میشه. حالا بهتون نشون میدم. فقط چه وقتی دانلود کردین و اومدین توی بازی، تصویر مود بچه این هستش که وقتی توی پک اولی، باز میگم توی پک اولی بریزیدش، پک دوم به صورت خودکار خودش میاد، نیاز نیست شما بریزید. من همین سیو ساختم و آقا بریم سراغ ادامه. و اینکه بچه آره یه همچین رخی میگیره ماینکرافتتون. این نوشته زرده حتما باید بیاد، اگه نیاد مود خرابه و اینکه باید ببین درست جاش بزنید. آره اینم گفتم بهتون بگم که حالا بریم ما تا سیو والا بیاد. بچه‌ها که میگن مود ماینکرافت و انیمیشنه خیلی باحالش کرده ماینکرافتو و اینکه اصلا خسته نمیشین حاجی. مثلا اگه شریدر هم بخواید روش بریزین اصلا خدا میشه حاجی. الان نگاه کن، ماینکرافت من هیچ فرقی نکرده، یعنی من شیدر نزدم، من انیمیشن زدم. الان من شروع کنم به راه رفتن، شما میفهمید چی دارم میگم. حاجی نگاه کن چقدر چی میگن خنده‌دار راه میره حاجی. آره دیگه، مثلا نگاه پرواز که میکنه اینجوری میشه. خب بعد میفته زمین، خاک از چیزش میاد، خاک از پاش میاد، یعنی مثلا از یه جا شوت میشه زمین. خب بعد مثلا ببین تورچ هم به اولی نگاه کن، حتی تورچ هم انیمیشن گرفته. مثلا توی غار وقتی تورچ بذاری، تورچ هم انیمیشن گرفته و یه اینگاری واقعا در حال آتیشه. بچه حالا آتیش هم میخواستیم تست کنیم، آتیش زیاد فرقی نکرده بود انیمیشن آتیش، ولی خیلی چیزا فرق کرده، خیلی چیزا فرق کرده. بریم سراغ ویدیو. از دست ندین این ویدیو رو تا آخر ویدیو همراه ما باشین و بهترین مدلی که من براتون آوردم. آقا اول کریپر و ترکیدن کریپر، حاجی نگاه کن چقدر باحال بود و چقدر من کیف کردم. حالا بچه زامبی توی روشنایی میسوزه. خب شما اگه این انیمیشن بزنید، زامبیا دیگه این شکلی میسوزن و اصلا این شکلی راه میرن. خیلی باحاله. و دنبال یه ویلیجر که میافتن، ویلیجر اصلا گریه میکنه میدوه. حالا الان بهتون نشون میدم. و این واردن هیچ فرقی نکرده بود، ولی ویلیجر نگاه کنید اینا داره گریه میکنه میدوه، که این خودش خیلی جذابه از نظر من. حالا انیمیشن ماینکرافت، ولی خب ببین یه چیزایی در مورد درباره خود استیو تغییر کرده. این که خود مثلا ماینکرافت تغییر کرده این مهم نیست، خب ولی خب در کل خیلی خیلی چی میگن انیمیشن باحالی. حالا بریم بچه‌ها در مورد خود استیو هم بچه‌ها بهتون نشون میدم که چه اتفاقی افتاده. بریم ترکیدن TNT و پیستول و اینا رو همه رو بهتون نشون بدم که به چه شکلی شدن بچه‌ها. خب حتی اومدن رفتن پیستول یه ذره منطقی تر شده. بهتون الان میگم چه جوری. TNT هم میترکه بچه‌ها، یه همچین چیزی، یه والا دایره است چیه، یه دایره طلایی میاد دورشو، خیلی باحال شده بچه. این پیستول هم نگاه کنین قشنگ میدونین بدون لگ میره میاد. آره قشنگ شما مود رو نصب کنید متوجه میشید همه چی بدون لگ میشه انیمیشن دار. من یه آب بخورم اینجا آجی، نگاه آب میخورم چقدر باحال میشه. و شیشه آبو نگاه کن چیکار کرده، قشنگ مربعیه. میگم اصلا انیمیشن خداست، یعنی دانلود نکنید دستتون رفته. حالا ما بریم بچه برای تیرکمون و میس و نیزه و اینجور چیزا که ببینیم چجوری پرتش میکنه. میس بچه به این شکل شده و تیر زدن به این شکل شده. ما سوم شخص کنیم بهتون نشون بدیم بچه. سوم شخص بخوای تیر بزنی همچین چیزی میشه که خیلی باحاله. و اینکه بخوای با میس به کسی به یه مابی ضربه بزنی بچه اینجوری ضربه میزنه،
خیلی باله. خب بعد دو دستی هم گرفتتش میسو. بخوایم نیزه رو پرت کنی اینجوری پرت میکنه. آره دیگه ببین پرت کرد بچه و اینکه دمتون گرم تا اینجا ویدیو همراه ما بودین بچه. من این مادا رو واقعا میگردم و پیدا میکنم بهتریناشو و برای شما میارم. شما اگر که براتون زحمتی نیست این ویدیو رو لایک کنید و چنل منم ساب کنید. عشق داداش خیلی خیلی مخلصتونم. دمتون گرم. بوسای ماچ بهتون. شب بخیر.